نوتبوک های مسافرتی. این کامپیوترها به درد تاجران و کاربرانی می‌خورد که زیاد سفر می‌کنند. وزن این دستگاه ها بین 2 تا 3 کیلوگرم و نمایشگر آنها 14 تا 15 اینچ و قیمت آنها بین 1200 تا 2500 دلار است. نوتبوک های مسافرتی که مخصوص سفرهای تجاری ساخته شده اند، قدرت و قابلیت حمل را با هم دارند. تقریباً تمام این دستگاه ها از پردازنده های کم مصرف مثل سنترینو، سونامو و دوتان استفاده می کنند و متوسط عمر باتری آنها بین 5 ساعت و یا بیشتر می باشد. قابلیت اتصال بیسیم هم از مسائل بسیار مهم است. قابلیت اتصال B802-11 تقریباً در همه آنها وجود دارد. استفاده از استاندارد G802-11 هم رو به افزایش است. بسیاری از مصرف کنندگان به خاطر تلفیق کارایی و قابلیت حمل این نوتبوک ها و همچنین عمر طولانی باتری از این سیستم ها استقبال می کنند. نوتبوک های مسافرتی در کمترین قیمت موجودشان که به معنی بیشترین وزن نیز هست، مخصوصاً برای دانشجویان مناسب هستند، ولی از لحاظ قیمت باز هم کمی گرانتر از نوتبوک های جایگزین سیستم های رومیزی هستند.